آنم چیست؟ گفت معناش این است که خدا میگوید نام حبیب و محمد را همراه نام خودم قریب گردانیدم. هر جایی که نام من خوانده می شود در برابرش نام حبیب من محمد گرفته می شود. این معنای و رفعنا لک ذکره. ببین ما اذان می دهیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. لا اله الا الله محمد رسول الله. نام الله گرفته می شود، در پهلوش نام محمد صلی الله علیه و سلم گرفته می شود. حضرت سعدی می گوید نمیدانم کدامین سخن گویمت که بالاتری از آن چه گویمت. نمیدانم در وصف تو چگونه غزل ایجاد کنم، چگونه مناجات بیان کنم، زیرا هر چیزی که میگویم ای محمد تو از او بالا هستی. پیغمبری را ما و شما امت هستیم که حبیب خدا گفتند روز قیامت تمامی اهل جنتی ها 120 صف می شوند. 20 صفا 120 صف اهل جنت در روز قیامت می شود. عدد صف ها را خدا داناست چه مقدار است. 80 من هذه الامه. حبیب خدا گفت بزرگی من بینن ای امتان من که 80 صف همین 120 از امت من در روز قیامت است. 80 صف همین اهل جنتی ها از امت رسول اکرم است. انا همون شخص، انا همون معلم بشریت الحمدلله که در این ماه به دنیا آمده است. هر کدام تو می توانید که در نزد زن خود، فرزند خود، در خاندان خود برای پیشواز مولود پیغمبر خدا، برای این انسان با سعادت فرزندا را جمع کنیم، یک پیاله چای کنیم، از حیات پیغمبر خدا برای فرزنداتان رسانیم تا که شناسند که این محمد که امروز مردم برای او آب چشم میریزد این محمد کیست؟ به فرزندا شناس کنید. خدا رحمت کند جلال الدین سیوطی را که حضرت چه عالم بزرگی بود، ثقه در حدیث بودند، محقق بودند، مفسر بودند. از ابن حجر عسقلانی خدا رحمتشان کند صاحب شرح صحیح بخاری فتح الباری حکایه میکند که ابن حجر عسقلانی گفتند جشن مولود پیغمبر خدا را من از حدیث های صحیح بخاری و مسلم استخراج کردم. گفتند چگونه؟ گفتند وقتی پیغمبر خدا مدینه آمدند، این حدیث در بخاری و در مسلم روایت می شود، وقتی به مدینه آمدند حبیب خدا یهودی ها را دید که روزدار هستند. گفت برای چی شما روزه دارین؟ 10 ماه محرم بود. گفت امروز روز هست که حضرت موسی بالای فرعون غلبه کرد، خداوند فرعون همراه قومش هلاک کرد و موسی را نجات داد. ما برای خاطر این روز خوب، این روز نیک، امروز را روزه گرفتیم. حبیب خدا میگه وقتی این سخن از یهودی ها شنید گفت آگاه باشید ای امتان من بر موسی از این قومش دیده نزدیکتر هستم. منم امروز را برای شما روز روزه اعلان میکنم. شما هم گو روز 10 ماه محرم روزه گیرید به خاطر برادر ما موسی در این روز فتح و ظفر از جانب خدا دید و اگر سال دیگر زنده باشون 9 ماه محرم هم روزه میگیرم. ابن حجر عسقلانی میگوید وقتی که برای یک روز فتح موسی مردم اون روزه که گرفت، ما چگونه برای روز ولادت حبیب خدا جشن نگیریم؟ روزی که پیغمبر خدا به این عرصه دنیا قدم زد، شخصی که خداوند یا ایها النبی ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. بین این ندای کرامت در سوره احزاب پروردگار به حبیبش چی میگوید؟
برای این گونه شخص ابن حجر اسقلانی گفت چگونه من پیشواز نگیرم، چگونه این کس در حقش گفت من معرکه تشکیل نکنم، چگونه یادآوری از این حضرت نکنم که خداوند در قرآن به ندای کرامت او را میگوید ای نبی من، ای محمد، این ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ما فرستادیم تو را به سوی این بندگان شاهد، مبشر، نذیر. شاهد فرستادیم برای تا که در روز قیامت تکذیب و تصدیق امت تو شاهد باشی. ما تو را مبشر روان کردیم، بندگان مرا بشارت به جنت ده که خداوند برای اینها جنتی که پر از ناز و نعمت است آماده کرده است، منتظر ما بندگان است کدام ساعت خدا جان ما را قبض میکند و ما وارد او جنتی جاویدانی شویم. خدا گفت با او بندگان من خبر ده. و نذیرا، ای محمد ما تو را نذیر فرستادیم، نذیر ترساننده از عقوبت پروردگار. و بندگان من برسان که اگر از اطاعت خداوند روی گردانند عذاب پروردگار بسیار سخت است، برای اونها بگو. در دوام و داعیا الی الله باذنی، تو به فرمان پروردگارت بندگان مرا به سوی من دعوت بنما. در آخر چی گفت الله نسبت محمد؟ و سراجا منیرا، ای محمد تو چراغ هستی که اصلا خاموش نمیشوی. منیر اینجا تأکید است، چراغی که تا روز قیامت خاموش نمیشود. ببین چقدر دشمن ها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیدا کرد. امشب اگر شما برنامه یورانیوس تماشا کرده باشید، من تماشا کردم، همون ژورنالیستی نیدرلندی که نسبت پیغمبر خدا کاریکاتوره ها کرده بود، یک کینای دیگه هم نسبت همین قرآن، نسبت رسول اکرم ترتیب داد که بسیار یک کینای خیلی بدبختانه بوده است. سرورای همون دولت به خلاصه آمدن که نشان ندید که نفرت مسلمانان نسبت دولت ما زیاد بشود. این گونه بدبختا تا روز قیامت نسبت حبیب خدا دشمنی میکنند، لیکن الله از بالا خبر داد ای محمد تو پروا نکن اگر تمام دنیا نسبت تو بدبینی دارن. و سراجا منیرا، تو چراغ هستی که اصلا خاموش نمیشوی. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. کسی مقابل محمد مبارزه میبرد، کسی محمد بد میبیند، کسی این کتاب برای تربیه بشریت کاریکاتور میکند و خودش شرمنده میشود. هیچ وقت انشاءالله اینا فتح و ظفر نمیبینند. خداوند هم تا گفت و سراجا منیرا، تو چراغ هستی که تا روز قیامت خاموش نمیشوی. مفسرای قرآن گفتن ببین خدا و جعلنا سراجا وهاجا، در سوره نبأ، سوره عما یتساءلون میخوانیم از پاره 30، خدا در اینجا هم چی گفت؟ گردانیدیم آفتاب را هم سراج. ببین خداوند آفتاب هم چراغ گفت. مفسران میگن اگر آفتاب چراغ آسمان باشد، محمد چراغ زمین است. اگر آفتاب چراغ دنیا باشد، محمد چراغ دین است. اگر آفتاب چراغ آب و گل و درخت و زمین باشد، محمد چراغ دیل و جان است. اگر به طلوع این آفتاب مفسرای قرآن میگویند دنیا روشن شود، با آمدن محمد کفر و ضلالت و جهالت از روی دنیا همش خاموش شدند. الحمدلله این گونه شخص در این ماه به دنیا آمد. به این خاطر خدا رحمتش کند صاحب فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر اسقلانی، نام حضرت اصلش احمد ابن علی بودند، با ابن حجر اسقلانی در روی دنیا معروف هستند. گفتند من از این حدیث پیغمبر خدا استخراج میکنم که شما مولود پیغمبر خدا را جشن گیرید، قبول داشته باشید. شما را به این ماه و به این روز تبریک و تهنیت میگویم. موضوع امروزه ما انشاءالله ما خدا خواسته باشد یک روز مصلحت کنیم، حضرت ها قدی دامله ها قدی یک روز خدا خواسته باشد روز
یادآوری از تاریخ حبیب خدا، از چگونه نسبت امت مهربان بود، چه روزهای سختی را حضرت از سر گذرانید. برای شما خدا خواسته باشد در حضور داملاهایی که انشاءالله من صحبت میکنم همراه اونها، البته یک مجلس یک روز جمعه خدا خواسته باشد برپا میکنیم اگر حیات باشیم. امروز باشد یک چند سوال هایی که برادرها فرستادن پاسخی را انتظارن، همینها را برای شما جواب میگویم. من گفته بودم که همین مکتوب هاتون خواهش داشتم خیلی کوتاه کنید، همون سوالتون نویسید بس است. خیلی بعضی هاش که تا شرح ندهند مقصد معنای همون سوال نمی براید میلش، لیکن همونایش که بعضی وصف میکنین دیگر باور کن ما اون قدر وصفی که شما میکنین ارزنده اون نیستیم. خدا شما را نگه دارد، خدا شما را همیشه در حفظ امانش نگه دارد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم دامنای محترم. من از بحر خدا از شما همچون شخص پیشوا برای گناههای کرده خود مدد میطلبم، چون این گناه ها را اکثریت جوانان نادانسته میکنند، بعد پشیمان میشوند. برای همین از شما داملای عزیز، برای شخصانی که چنین گناه کردن میکنند یا کردنی هستند مصلحت میپرسم. این برادر من مکتوبش خواندم، خیلی یک گناهی بدبختانه را این دادر ما صادر شده است. حق و رحمت پروردگار وسیعتر است. بنده وقتی که رجوع به سوی خدا کند الله او را می بخشد. مقصد این جوان دادرای عزیز، من زبان من نمی گردد راستی بار برای شما بیان کنم، زیرا شاید آینده ها صدای مرا بعضی از برادرها اگر گوش اندازن و گویند. مقصد این حاجی میرزا در برآمدش این سخنی قبیح استفاده بود، لیکن برای خاطری که اصلاح دیگر جوانها شود مجبور شدم که این سخن به سمع شما رسانم. اینجا این دادر خیلی آدم ایماندار بود است که بیان کرده است، توبه کرده است و گناهش همین بود است که عائله حلال خود در جایی که خدا امر کرده است استفاده نمی برده است، فقط از جایی که ناجایز است و او را در اصطلاح ما مردم بچه بازی میگویند، لیواطه میگویند، فقط کارش همین بوده است. باری اول بسیار میگوید برای من درست بود، حس میکردم، زیرا که من یک بار از زبان شما شنیده بودم که نسبت لیواطه شما یک برآمدم داشته بودین، لیکن مرا بسیار شیطان وسواس کرد و همین کار را چنگ زدم، لیکن بعدم پشیمانم که شدم، باز این کار این عمل زیست دوام دادن گرفتم. عاقبت روز به خود آمدم و گفتم که روز از روزا اگر جان به حق تسلیم کنم با همین فعل بدی خود با خدای خود رو برو شوم چی جواب میگفته باشم. و این روز داملا توبه کردم و اصلا دیگر به این گناه زیش نزدیک نمی شوم. آیا زن من طلاق شده است یا نشده است؟ البته زن تو طلاق نشده است، لیکن خدا رحمت کند برادرای ما را داملاهای پیشینه که حتی که اگر زن از قسمی پسی او دشنام میدادن میگو زن طلاق شده است. ببین به خاطر چی میگفتن؟ به خاطر که این عمل بسیار عمل بد دیده شده در نزد خداست. ولی با کردنش که انسان چقدر مرتکب گناه شود، با دشنام دادن انسان در نزد پروردگار در یک گناه کلان چنگ میزند. به این خاطر دادر عزیز و کسانی که اگر خدای نکرده مبتلای این عمل باشند، حتی یک برادرم او روز به من زنگ زد، جوان بود به خدا قسم، گفت که خواهش دارم همین سوالم برای من جواب گو که هر دو مثال گویم دو رفیقی بودند که با یکدیگر این عمل زیشت در پنهانی انجام میدادند. داملا چیکار کنیم؟ اگر توبه کنیم هستید خدا ما را میبخشد یا نمیبخشد؟
از صدق توبه کنین دادار عزیز، خدا میبخشتان. خداوند این عیبه که هم شرمندگی دنیا و آخرت است، اگر تو از صدق توبه کنی خداوند روز قیامت این عیب تو را پرده پوش میکنه، برای کسی خبرش نمیدهد، به شرطی که اگر تو از صدق توبه کنی دادر عزیز. این عملها دا برادرای عزیز و گرامی نزدیک نشوید. این عملها دا کسانی نزدیک میشوند که خدا را نمیشناسند، بر حبیب خدا محبت ندارند، ایمان ندارند، توفیق ندارند. آدم ایماندار و آدم خدا ترس و آدم مسجدی اگر به این عمل چند زند، حساب کنید که عذاب شما 10 چند و 100 چند در پیش خدا است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم برادر عزیز. شیرین سخن حاجی مرزا. من یک مخلص دوست خالصی شما، هر یک سخن و حدیث شما در بین خلق حرف میزنید، و من و 4 دخترم در راه خدا و رسول او تأثیر خود را میرساند و ما حقوق زن بودن خود را در اسلام میفهمیم. هر یک سبت شما را گوش کرده من از قصه های حضرت عمر خود باشد با خبر شدم و در سیمای شما صورت همین یاری با صفا را میبینم و شاد میگردم که راه حق تعالی را به ما ساده کرده میفهمانید. میخواهم این دوستی ما و شما همچون اپا و دادر ابدی باشد و ما دست دعا به سوی خدا عز و جل میبرداریم که این آواز شیرین شما تا به فلک رسد. همچون شما در کولاب زمین صف جوانان زیاد شود. سوال دارم دادر عزیز، آیا راست است که خیری دختر بعد سر پدر و مادر قبول نمی شود؟ به ما روشنی اندازید. با سلام، اپای شما اپای زیبا. خیر چه از زن باشد چه از مرد باشد پیشگاه خدا در قبول هستند، زیرا در حدیث پیغمبر خدا تصدقنا و اکثرنا من الاستغفار، حبیب خدا به زنها مراجعت میکند صدقه کنید و طلب مغفرت به سوی پروردگار زیاد کنید. مقصد اگر شما زنهای با شوهر باشین، هر خیری که از خاندان شوهر میخواهید کنید با اجازت شوهر کنید، انشاءالله ثوابش هم به شوهر تو هم به شما میرسد. اگر به شوهر باشید شما شرایطاتان میرسیدگی باشد، پدرت میگذارد مادرت میگذارد با که ندارد، شما صدقه کنید، صدقه شما را خدا قبول میگرداند. این معنی ندارد که زنی که به پدر باشد و به مادر باشد صدقه او قبول نمیشد، نه، بلکه زنی که اگر صاحب عیال باشد و شوهر ندارد لیکن دستی رسان ندارد، خرج کرده و مردم اگر برای روح شوهر صدقه کند، اما این صدقه در پیشگاه خدا هیچ ارزش ندارد، زیرا اون مبلغی که برای دیگرها میکنی برای همون فرزندها تا تربیه فرزند شکم فرزند خودت صرفش کن، انشاءالله پیشگاه خدا در تو اجر پاداش میگیری. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. از شما خواهش میکنم با سوالهای زیرین جواب گردانید. نمازهای قضایی گذشته را با سوره خواندن لازم یا اینکه بی سوره اگر 4 رکعته باشد؟ این چنین نماز ویتری واجب. سوره های نمازهای قضایی گذشته را مثل خودش خوانیم، همون 4 رکعتش 2 تا با سوره 2 تا بی سوره، 3 رکعته ها را 2 تا با سوره 1 تا بی سوره، چه از ویتری واجب هم که باشد. فقط اینجا در با سوره گفتن زمانی که آدم میگه اگر یادش سال قضایی دارم، مقصد سال گم کردگی است، وقت گم کردگی است. اینجا بعد خدا رحمت کند صاحب فتاوای خلاصه را میگه که به سوره خوانند، اگر مثال زیاتی هم که خواندن هم وقت نماز نافله به سوره می شود، زیاتی خوان از نافله حساب می شود. این هم در پیشگاه خدا باز گویم که فضیلت و بزرگی این آدم بلند می کند.
دوم، هنگام نماز خواندن کلمه بسم الله الرحمن الرحیم در همه سوره ها خوانده می شود یا نه؟ شما میتونین که بسم الله الرحمن الرحیم قبل هر یک سوره فاتحه گویید. پیش از سوره فاتحه را الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم سر کردن بسم الله الرحمن الرحیم گویید و بعد خوانید. پیش از سوره خواندن بسم الله در ما و شما در مذهب ما نیست. سوم، هنگام راه گشتن، کار کردن یا در جایگاه خواب سوره یا صلوات خواندن ممکن است؟ التماس با سوال ما امروز جواب گردانید. بله برادر عزیز، چی در راه باشین، چی سواره باشین، چی پیاده باشین، چی خواب باشین، شما می توانین که آیات های قرآن، صلوات هایی که بر حبیب خدا می فرستین خواندن گیرید، روان کردن گیرید، باکی ندارد. حتی اگر شما به طهارت هم که باشید، شما می توانید که فقط به طهارت قپیدن گوییم با قرآن اجازت نیست. لا یمسه الا المطهرون. مثلا این قرآن کسی میساز کردن میتواند تا اگر صاحب طهارت نباشد. لیکن به طهارت شما میتوانید که چیکار کنین؟ آیات های قرآن خوانین، با زبانتان خوانین. برای وقتان اگر راه دراز باشد راهاتان کوتاه شود، وقتاتان زیاد باشد وقتان بیهوده نگذرد، درست است، باکی ندارد. دارد در جایگاه خوابم که پاهاتان دراز کرده و من آیات های قرآن هم که خوانین درست است. سلام بابای حاجی میرزا، ما راننده در دنغره یک صاحبی زپرف که از شما خواهش کرد که یک دعا کنید بیمار حسن، خدا شفای کامل و شفای عاجل نصیبش گرداند. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای حاجی، التماس با سوال من جواب گویید. محض در بالای جورب جایز است یا جایز نیست؟ ما یک گروه مخلصان شما از شهر قرغان تپه. خداوند همه برادرای مخلصی که امروز از چه قرغان تپه و چه از وحدت و چه از دوشنبه و چه از حصار و اینجا قدم رنجه کردن همراه ما و شما نماز میخوانند، خداوند در قدم هاشون حسنات کتابت کند و همه آرزوها و امیدهاشون خداوند حاصل گرداند. و این مهمانداری که ما بهر برادران میکنیم، اگر چنده که راستی بار باور کنید اینا از اون بالاتر لایق دارند مهمانداری ما را قبول کنند و خداوند آن پاداش مهمانداری و مهمان نوازی را هم برای ما و هم برای این برادرها نصیب و روزی گرداند. اینجا برادرها از قرغان تپه سوال کردن که مس بالای جورب جایز است یا نه. من جمعه گذشته برای شما گفته بودم در خطبه که هفته گذشته کاملا من یک هفته در دوشنبه بودم. برادرها معرکه ها داشتن، دعوت کرده بودن، الحمدلله رفته اشتراک کردیم. از آن جمله چندین حضرت ها را من زیارت کردم. از آن جمله گفتم برادر بابای شاه نوردین جان و برادر مولوی محمود جان هم در زیارت شما بودیم که الحال شاگرداشون هم مسجد ما و شما ده هستند. انشاءالله بعد جمعه یگان پاره یک بند از مولود با آوازهای شیرین خود انشاءالله میخوانند که امشب مهمان ما بودند. در حضور اونها هم بودیم که این داملاها هم شاهد هستند. همگیش به ناجایزی مسح بالای جورب گپ زدند که بالای جورب محض نکشید. میلش اگر چنده که شاید بعضیات اگر یگان ایراد نسبتی من گیرید، اون که من دعوای عالمی هم ندارم، من در هیچ جا نگفتم که من عالم هستم داملا هستم. باور که من خاک پای داملای تاجیکستان نمیشم. همه اینا عالم هستند، همه اینا الحمدلله خیلی گویم سیرتای خوب دارن، اخلاقهای خوب دارن. ما یکی از شاگردهای گویم پسترین همین حضرت ها به شمار می رویم. این برادرای من خوب بشود که اگر شما داملا محمدی که در پونسنگیر است، حضرت عمرشون 80 هم گذشتند، چند کتاب ها حضرت نویساندند، خیلی علم بلند دارند که برای من چند کتاب ها روان کردند. شما میتونید که برادرای عزیز از آنه که از من این مسئله سوال میکردین اون قدری نبودم، 60-70 کیلومتر دیگه پیش داملا محمدی میرفتین، از خودی و حضرت میپرسیدین، این ده باز خوبتر میشود. زیرا اون حضرت من کتابش نگاه کردم، یکی از ایضاح المسائل
بالغافل و السائل گفتگی کتاب دارد. شما در همین کتابش اگر نظر کنین، خود حضرت داملا محمدی هم با ناجایزی مسح بالای جورب رفتن که بالای جورب در محض نکشین گفتن و گفتن 4 شرط تا اگر وجود نداشد. یکی سخین، مقصد با آب رسیدن تر نشود، این مقصد از این همین محسی های ما و شماست. دوم بدون بستن، مقصد به یگان بستن، اگر استادگری که مثل که موزه خیلی که میمانی به یگان داشتن، به یگان تکیه راست میستد. سیوم گفتن شفاف نباشد، یعنی تنک نباشد. چهارم گفتن مسافه یا فرسخ یا یا فرسنگ. یا فرسنگ در فرهنگ میگویند که 6 کیلومتر است. اگر همین حرکت داشته باشد همون چیزی شما، حضرت گفتن بالای محض بعد بالای همون چیز تا محض بکشین. و ایلا گفتن جایز نیست. من این از زبانی داملا محمدی خدا نگهش دارد، چی بابای ایشان، چی برادر مولوی محمود جان، چی برادر داملا عبدالرحیم قزاقان که با اونا هم من صحبت علاهیده داشتم، همش بیچاره در همین اتفاق در اونا هم از پیش خود نمیگویند. شما میتونین که اعلاء السنه که خیلی آدم مشهور در مذهب ما و شما هست، اینا در خانه کتابای فقهیش وجود دارد، میتونید فتوای خلاصه را تماشا کنید. میتوانید ما با علی قاری که در مذهب امام ابو حنیفه است افتخار میکنیم که علی قاری ثقه در حدیث است، عالمی برجسته است، کتاب نقایش را تماشا کنید، در نقایش هم به ناجایزی رفته است. به این خاطر من از آنچه که دیدم و آنچه که شنیدم بیرون برآمدن نمیتونم. خب و از برادرایی که اگر مسح بالای جورب هم که کنن، مردم تبلیغ به این نکنن. بگذار مسح بالای جورب کردن میگیرین، کردن گیرین، لیکن به یگان برادر چقه نشوین، بحث و مناظره نکنین. دادر عزیز بگذارین همین منبرها جای دعوت شود، جای جنگ و جنجال نشود. ما الحمدلله که از اینجا 5 6 تا 7 سال شد از این منبر خدا را شکر که برای مردم آن چیزی که سخن خدا و پیغمبر از رسانیده ایستاده ایم و امروز خیلی بهبودی خوب برای مردم آورده است. بگذار صد راهی کسی نشدیم. السلام علیکم اکه حاجی داملا، سوال دارم، آیا موی سر یا ریش را سیاه کردن درست است یا درست نیست؟ موی سر سیاه کردن خدا رحمت کند امام مالک مکروه تنزیهی گفتند. امام ابو یوسف به سیاه کردن ریش و موی سر اجازت دادند، لیکن حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از حدیثایی که نهی آمده است از پیغمبر خدا که شما موی ها و ریش های خودتان سیاه نکنید، از این حدیث ها برای ما و شما خبر دادن که موی سر و ریش سیاه نکنید. گفتن فقط اجازت دادن که برای آدم مجاهد درست است. مثلا مجاهد هایی که در کوه ها و در گویم که همون مکان هایی که با دشمن ها می جنگن، برای حیبت موی سرشان سیاه کنن، ریش هاشون سیاه کنن که در چشم دشمن جوان تابند، درست است. برای مجاهدا اجازت میدهد. لیکن برای کسی که اگر خواستگاری می رود، در کتاب ذکر می شود، برای خواستگاری رفتن ریش یا موی سرش اگر سیاه کند، اینجا در این علکه چی است؟ این خیانت می شود، این فریب دادن می شود، اینش اجازت دادگی نیستند. یا برای زیباگی، این هم درست نیست. خب دویم از سوال، اذان در گوش کودک ضرور است یا نه؟ دختر باشد چی؟ اذان در گوش کودک، چی دختر باشد چی بچه باشد، همون زمانی که تولد می شود باید که ما چیکار کنیم؟ اذان در گوش او دهیم و بعد اذان اقامه، چگونه که در نماز ما و شما میگوییم، چی دختر باشد چی بچه باشد.
او یک خدا رحمتش کنه در کتاب میگوید یک دردی که در کودکان اموسیبیان میگویند، اموسیبیان میگویند که این درد بیهوشی است. وقتی شما همون اذان میگوین در گوش کودک، همون بیماری از وجود این کودک ما و شما دور میشود. برای همین همون زمانی که تولد میشود خودتان الحمدلله علیکه همه شما کلمات های اذان میدانین، خودتان پدرین مادرین در گوش کودکتان اذان گوین، درست است. السلام علیکم. پیام از فرخار بابای ایشان حاجی. اولا سلام عرض می دارم، ثانیا با یک سوالی خود پاسخی با ثواب از شما خواهانم. سله یعنی دستار در اسلام چی معنی دارد، چی مقام دارد؟ بابایانی که می گفتند که نماز با سله از غیر آن افضل است، در چهار کتاب آمده که افضلیت با 72 بلکه زیاده درجه دارد. عالمان دور نه تنها این را نمی پذیرند بلکه میگویند که دروغ است. پس بابای ایشان بگوید سله ماندن در نماز چه معنا دارد و سله فقط برای نماز است؟ اینجا در این برادر خیلی گوییم که مقصدشون همین است که همه این خواندنم وقتمونم کمی میکند. مقصدشون هم همین است که امروز دوست می‌دارد که برادرای مسلمان به سله ببینند و آنچه که در کتاب‌ها آمده است اینا دروغ نگویند بلکه گویند یک اشتباهی هست. اگر دروغ هم باشد یک اشتباه هست، یکان سهوی هست. خب بلکه همون صاحبای کتابی که در کتابشون سله را صفت کردن اونها را سنگ نزنن گفته بسیار خواهش کرده است که مقصد مردم به سله ببینیم. ما در اینجا یک چند چیزی از کتابها برای تقویت سخن این برادر برای سله از کتابها گرفتم، میخواهم برای شما خوانم. عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله دخل یوم فتح مکه و علیه عمامة سوداء، رواه مسلم یکی از بعد صحیح بخاری صحیح مسلم میگویم حدیث میارد که وقتی پیغمبر خدا مکه مکرمه را فتح کردند، مردم وقتی به پیغمبر دیدن که مکه را می درآید، در بالای سرشان میگوید سله سیاه بود. این حدیث صحیح است. دیگر حدیث و علیه عمامة سوداء قد ارخى طرفیها بین کتفیه، رواه مسلم. دیدیم پیغمبر خدا را که وقتی در مکه در آمدن بالای سرشان سله سیاه بود و همون فش سله در بین دو کتف حضرت کشال بودند. اینم روایت مسلم است. در دیگر روایتی که در مسلم آمده است و فی روایت ان رسول الله خطب الناس و علیه عمامة سوداء، پیغمبر خدا هم تا منبر در بالا بر آمدن و به مردم خطبه خواندن، زمانی که میگوید بالای سرشان سله سیاه داشتند. اینا دلالت به چی میکنن؟ دلالت به این میکنن که حبیب خدا این نوع لباس این سله را دوست میداشتند و این هم در گویم که حیات خودشان استفاده میبردند. خیر شبابکم من تشبه بکهولکم و شر کهولکم من تشبه بشبابکم. دیگر حبیب خدا میگوید بهترین جوان همون جوانی است که خودش را با موی سفید تشبیه میکند. یعنی جوانی که ریش دارد، جوانی که گویم جامه دارد، جیلک دارد، ساله دارد، جوان است، لیکن خودش وقتی با موی سفید مانند میکند، پیغمبر خدا گفت بهترین جوان تو هستی. وقتی موی سفیدی که ساله ندارد، پیغمبر میگوید ببین در دوم و شر کهولکم، بدترین موی سفید همون موی سفیدی هست که خودش به جوان تشبیه کرده است. مقصد موی سفیدای ما امروز در جمعیت من هست که من شهر نیست به انگشتم هر کدام تو را نشان دهم. شاید تو این
اکو گفتی همون محمد صاحب ایرانی که یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی بافهم یک نکتهش بس است. شاید نیست که من به انگشتم اشارت کنم که ای بابا ریشت مثل کفن سفید شده سلط بمان. اگه اینجا عیب است، اینجا من این چیزم نمیپسندم. فقط وقتی که گفتیم انشاءالله باید اصلاحیت پیدا شود. این صفی بین میبینیم برادرها هم به خدا قسم سله را ببینید چقدر زیبا هست. یک قطار موی سفیدا بابای حاجی ها هم برادرها صاحب سله، چقدر زیباگی صفه ببینید. برای همین منم از این حدیث های پیغمبر خدا را به اون خاطر نویساندم که اگر سله هاتان بالای سر باشد و ریش هاتان اگر از یک مش زیاد باشد، خوش به حالتان، خوش به حالتان که انشاءالله شما همون صورت پیغمبر خدا را در خودتان پیدا کردید. این معنای او را دارد که تو پیغمبر خدا را چکار میکنی؟ دوست میداری. اکو جوانایی که البته دانشجو هستن و گوییم که مکتب خوان هستن و دیگر، یا اینا عذر دارن، اینا را که ما پایبند سله و ریش کرده نمیتونیم. لیکن همونایش که امروز آزاد هستین، امروز کسی به شما کاری ندارد یا شما در کسی در کار نیستین، همین شما اصلاح شوین، صاحب ریش و صاحب سله شوین، انشاءالله بسیار باور کنید بسیار خوبی ها برای شما میارد. در جنگ بدر هم ببین، جنگ بدر هم قصه قرآنی است. وقتی فرشته ها برای کمک پیغمبر خدا آمدن، فرشته ها برای کمک پیغمبر خدا، این جنگ اولین بود که مسلمان ها را میگد قریب 313 نفر بودن، هم قدر بودن، خیلی غنیمت زیادی را به دست آوردن. در همین جنگ بدر پیغمبر خداوند با ملائکه هاش کمک کرد که همه اونا میگد به سله آمده بودن، بالای سر فرشته ها سله بود. ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا را دوست می‌دارد. اینا بابای عزیز برادرایی که امروز شما امکانیتی همین دارین، ولی یک بار ریشک تا کشال کنو، سلت در بالای سرت بمانو، بعد آینه دخته نگاه کن. لیکن پیش از سله و پیش از ریش یک صورت بگیر، بعد به این صورت تشبیه که یک صورت ببینو، بعد صورت سله و ریش ببین که کدامش زیبا هست. خدا میگه زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. باور که تمام خیر که موی سفید کشیدی، میدانی که دیگر جنجی رو، دیگر هر کم بودی ها در جسم تو زیاد پیدا شدن، میگه همه این ریش سله میپوشاند، بسیار خوب میشه. انشاءالله با مورد احترام قرار میگیری. هر آدم دیدگی بابا گفته این مردم ما چهل ساکی سله را میبینن، ریش را میبینن، جیلک را میبینن، ملا هم که نباشه بابای داملا گفته قطیش زیارتش میکنن، حرمتش میکنن، بری بالا دا برده میشیناننش. بسیار باور که فایدای هم دنیاوی داره هم فایدای اخروی داره. خب در مختصر عباره هست که و سنت الکفن له ایزار و قمیص و لفافت و استحسن العمامه. ببینید میگه که عباره مختصر سنت کفن میگوید چی است؟ سه هست: ایزار است، کرته است، چادر است. و استحسن العمامه، حتی که مستحسن شماریدن، ثواب شماریدن که مرده ها را در سله قطیر به گوریستان برن و بعد سله شا میگیرن میگرانن تا این اندازه را. حتی برای مرده هم همین چیز خوب شماریدن. وقتی مرده در خوب باشد زنده در چرا خوب نیست؟ این عباره مختصر است. صاحب خدا رحمت کند کتاب مسلک المتقین صوفی علیار و حضرت چی میگه؟ هست سنت ز سید ابرار، پس به تحقیق بستن دستار. گفت 2 رکعت نماز با آن، چون ز 70 رکعت افضل دان. 2 رکعت نماز با سله بهتر است از 70 رکعت بی سله. بگذار حدیثش ضعیف هم باشه، لیکن در باب افضلیت این حدیث ضعیف استفاده بردنش درست است. حدیث ضعیف فقط در احکام استفاده نمیبرند، حکم در استفاده نمیبرند، لیکن در باب افضلیت حدیث ضعیف استفاده میبرند. خب
اینجا یک چیز دیگر است. ان ابی بکر صدیق ثلاث لا یدرک بالثلاث الغنا بالمنى والشاب بالخضاب والصحة بالادویه. ابو بکر صدیق روز قیامت بیرق در دستش و تمام موی سفیدای امت محمد در زیر بیرق ابو بکرند. ببینید چی میگوید امین حضرت؟ میگوید سه چیز از سه چیز دریافت کردن میتونید. یکم، آدمی بیمار شد، اون تنصیحتی را که خدا برای تو قبلا داده بود اگر 100 کورس لیچینی گذرانی اون صحتی اول دیگر دریافت نمیکنی. اگرچه تندرست هم که شوی لیکن اون صحتی اول از این فرق میکنه. دویم حضرت گفتن آدم بای شدن به تمنا پیدا نمیکنه. مثلا آدم هم میبینیم بسیار شرایط خوب داره و بعد به دل ما تمنا کنیم هی بایی شبین چه بایی خوب بوده، ای کاش که همین تا بای باشم. با کاشکی و با تمنا گفته است آدم بای نمی شود تا اگر خدا در ازل تو بایی را کشیدگی نباشد. سوم چی گفتن حضرت؟ سوم گفتن که و شاب بالخضاب، اگر آدم پیر هر چنده که خود اگر رنگ بارم که دیحد جوانی در او پیدا نمی شود. این آدم پیرانسال خدا تانالی ما هم که هر روز نه هر روز که ما هم در جمله شما هستیم انشاءالله آینده ما هم که پیر می شویم. لیکن الحال آدم های مستفید اینا رو مثال همون لیزوای ژلت برآمده سازی سه تیغ دارد تامنی همون سه تیغش قدید تازه رو تازه کن، کستون رو برو پوش، توفلی های بچه ها میپوشن بچه پوش. کنی یک ببین همین تو بچه میشه یا نمیشه؟ نمیشه بچه. همون ماشینی را که مثال از خدمه دا میزنه و پیش اوستا میبریش بعد گویم که بعد میگیرد شپکلاف کش میکنه و کرس کش میکنه و رجدش میکنه لیکن درونش خرابه، بیرونش زیبا و درونش خرابه. آدم هم تا هست. برای همین ما زیباگی شما را پدرای عزیز برادرای مهربان من گپی سخت هیچ وقت به شما نمیگویم و نخواهم گفت، فقط این قدر خواهش دارم که همین دوستای خدایی که من از کتاباشون جمع کردم سخن همین دوستای خدا را نشکنید. همینا هم حضرت ها علم داشتن، محبت داشتن، لیکن صاحب ریش و سله بودن. خدا شما را در حفظ امانش نگه دارد. از خداوند تمنای او دارم که هفته گذشته هفته آینده اخلا همین موی سفیده ها را بر ریش و به سله بینم. دیگر گفتی همون بچه ها مرده من به آرمان انشاءالله بسیار خرسند میشیم باور کنیم. خب وقت مانم تمام شد. انشاءالله من این سوال ها را خیلی زیاد از قریب باور کنید در خانه 200 سوال زیاد ماندگی است. اینا را انشاءالله من برای شما در دو جمله